سلام بچه‌ها، امیدوارم آموزش هایی که درباره ایردراپ فانتوم یا همون سونیک تا الان منتشر کردم براتون مفید بوده باشه. امروز میخوام با بخش جدیدی شما رو آشنا کنم که برید یک سری کارهای جدید انجام بدید. خب بریم سراغ آموزش. بچه‌ها من الان صفحه اصلی وبسایت سونیک هستم. این در واقع همون ایردراپ فانتومه. برای تاکید گفتم شما در حال حاضر کیف پول داری، رفتی تسک‌های 1 2 3 رو انجام دادی، داری روزانه یا حالا چند روز یه بار سواب می‌کنی، NFT مینت میکنی و در واقع نقدینگی ساختی، این کارا رو انجام دادی. این در واقع یک بخش جدیدیه که من میخوام بهتون بگم برید و انجام بدید. در واقع یک تسک جدید میشه بهش گفت. اگر فاصله افتاد به خاطر اینه که خب درگیر یه سری مسائل دیگه بودیم. روی ایردراپ سونیوم میخواستم بهتون صرافی معرفی کنم که کردم. امیدوارم به دردتون خورده باشه. برید و حتما یه مقدار اتریوم بخرید، به خدا ضرر نمیکنه، نفعی برای من نداره. ببینید این ایردراپ هایی که شرکت میکنید تستنتی هن، نه برای من سودی داره نه ضرر. دوست دارم که سود کنید ولی بیشتر دوست دارم که یاد بگیرید. این که شما میری یه مقدار اتریوم میخری مزیتش اینه که الان داری با یک صرافی ایرانی میری ارز میخری، ازش انتقال میدی تو اون صرافی که بهت گفتم یه صرافی خارجیه، پس داری انتقال ارز و کامل یاد میگیری. بعد اونجا میری تبدیلش میکنی، میفرستی به متاماسک، توی متاماسک داری یه سری کارهای جدید انجام میدی. اینا همش برای شما در واقع مزیت یادگیری حساب میشه. خب بریم سراغ یک تسک خیلی راحت که مطمئنم هم دوست دارید و هم هزینه‌ای نداره، میتونید رایگان انجامش بدید. خب الان صفحه اصلی وبسایت سونیک رو داریم میبینیم. این بالا نوشته ایردراپ، روی ایردراپ میزنم، یه بخشی میاد اینجا داره به ما توضیح میده که ماجرا از چه قراره، راجع به ایردراپش توضیحات میده. اینجا درباره فازهای ایردراپش توضیح داده. بچه‌ها ببینید یه فاز 2 وجود داره که در حال حاضر هم در واقع لایو هست و جریان داره و شما میتونید شرکت کنید. توضیحی که داده گفته ببینید 3 تا بازی اینجا هست که شما میتونید باهاشون پوینت یا همون امتیاز ایردراپ رو به دست بیاری. خب بچه ها ما با بازی های ایردراپی تقریبا آشناییم، اکثرشون رو روی در واقع تلگرام دیدیم، بات هایی که باشون بازی میکردیم، حالا همستر یا حالا هر بات دیگه‌ای که وجود داشت یه کار کوچولو انجام میدادی، پوینت میگرفتی. حالا سونیک علاوه بر این که بحث در واقع تستنت رو داره، اومده این بخش هم گذاشته و میتونه انجام دادنش خالی از لطف نباشه. میایم اینجا و اون پایین روی استارت پلینگ میزنیم. لازم نیست که دوباره بگم، توی گوشی موبایل هم به همین شکله، فقط اینجا صفحه بزرگتره، من توضیحات رو راحت تر بهتون میدم. روی گوشی موبایل هم همینه. این آدرس رو برات میذارم توی همون هشتگ سونیکی که توی کانال تلگرام امیر بایت هست، میری اونجا سرچ میزنی هشتگ سونیک، اون لیست سایت ها رو میاری و اونجا برات اینو به عنوان تسک جدید اضافه کردم. این آدرس رو کپی میکنی، این کارهایی که دارم توی این ویدیو میگم و شما حالا توی اون مرورگر میزز میری انجام میدی. خب بریم سراغ مراحل و ادامه آموزش. بچه‌ها 3 تا استپ وجود داره که شما باید این 3 تا رو انجام بدید. خب استپ 1 چیه؟ این که شما بیای ولتت رو وصل کنی و در واقع شبکه تستنت سونیوم رو هم اضافه کنی بهش. خب ما قبلا با اون ولتی که کار کردیم روی تستنت، شبکه تستنت سونیوم رو بهش اضافه کردیم. بنابراین اینجا فقط کانکت ولت رو بزنیم کفایت میکنه. من روی کانکت ولت میزنم، متاماسک رو انتخاب میکنم و اینجا اکانت دومم رو انتخاب میکنم چون با اولیه انجام دادم. میخوام ببینید به چه شکله. خب من روی نکست میزنم، تایید میکنم. این ولت هم الان وصل شد، درسته؟ ببین اینجا الان امتیاز 0، میبینی اینجا هیچی نیست. مای توتال پوینت هم 0، درسته؟ ارن امروز هم 0. اینا رو دقت کنید. پس این استپ 1. حالا اگر شما تستنت رو اضافه نکرده باشی قبلا، تستنت سونیک رو، روی این اد تستنت که بزنی این میره در واقع پیام میده و اضافه میشه به ولتتون، ولی ما زدیم دیگه تو اون آموزش‌های قبلی، بنابراین اینو میزنم روش، هیچ اتفاقی نمیافته. ببین استپ 2 اینه که ما بریم توکن بگیریم، توکن بگیریم که بتونیم بازی‌ها رو باش انجام بدیم. قبل از اینکه بریم این مرحله رو با هم ببینیم، من میخوام ببرمتون توی پوینت داشبورد. ببین توی این منوهای بالا نوشته پوینت داشبورد، روی این میزنم. خب یه بخشی برامون باز میشه که اینجا هم ما باید بیایم ولتمون رو وصل کنیم، اما از ما یک اینوایت کد میخواد، یک کد دعوت میخواد. بدون کد دعوت شما نمیتونی این کارا رو انجام بدی. اوکی؟
این کد دعوت رو من برات توی کپشن گذاشتم، توی توضیحات این ویدیو گذاشتم براتون. این کد رو میارید اینجا وارد میکنید. توی کانال تلگرام هم براتون گذاشتم که اگر حالا اینجا نتونستید پیدا کنید یا ویدیو رو از جای دیگه دیدید مشکل ندارید، میرید توی کانال تلگرام امیر بایت، اونجا هشتگ سونیک رو سرچ میکنید، اون پست رو پیدا میکنید و تو اولین پست که من براتون آدرس ها رو گذاشتم اون تهش براتون این اینوایت کد رو هم اضافه کردم. میاد این کد دعوت رو وارد میکنید که بتونید از این مرحله عبور کنید. خب اجازه بدید من کد دعوت رو بیارم. خب من قبلا کد دعوت رو کپی کردم، اجازه بدید ببینم میتونم پیستش کنم. بله پیستش کردم و نوشت که ولیده، اوکی، معتبره. حالا میگه میتونی کیف پولت رو وصل کنی. روی کانکت میزنم، متاماسک رو انتخاب میکنم و کیف پول همون دومیه رو که میخواستم بهتون نشون بدم روش نکست رو میزنم. اینم اجازه میدم که وصل میشه. پس ما دو جا باید این در واقع کیف پولمون رو وصل کنیم و اینجا روی ساین میزنم که با اون کد دعوتم بتونم اینجا جوین بشم به این ایردراپ داشبورد. روی کانفirm میزنم. خب بهم تبریک گفت که شما الان اضافه شدی، تمام پوینت های ما رو اینجا می نویسه، نوشته هر 30 دقیقه یک بار به روز رسانی میشه، آپدیت میشه. خب برگردیم به همون گام های سگانه‌ای که باید انجام بدیم. گام دوم پس چی بود؟ این که شما برید توکن بگیرید. این وسط ما رفتیم اون داشبورد هم فعال کردیم. خب برای این کار شما میاد اینجا روی گت میزنی. خب اینجا به شما میگه که باید بری توی پلتفرم X اول یه اکانت بسازی، یا اگر اکانتی داری بری واردش بشی توی این مرورگری که داری این کارا رو انجام میدی و بعدش که در واقع وارد شدی از شما میخواد که یک دسترسی بدید به ببین روش میزنم چه اتفاقی میفته. منو میفرسته به پلتفرم X و از من میخواد که اجازه بدم که این اپلیکیشن یا حالا این سونیک فاست میخواد که دسترسی پیدا کنه به اکانت ایکس من. از من میخواد که این اجازه رو بدم. خب من چون قبلا انجام دادم نمیخوام که این اتفاق بیفته. اینجا روی بک میزنم که برگرده. شما پس میرید این کار رو انجام میدید. اگر اینجا اروری دریافت کردی بعد از اینکه زدی روی آتورایز و به هر دلیلی وصل نشد، احتمالا مشکل از فیلتر شکنته، میتونی عوضش کنی. خب بعد از اینکه اینجا در واقع آیدیتون رو نوشت و وارد شدید توی اکانت ایکستون و این دوتا به هم وصل شدن، اینجا روی فالو میزنی، یه پیجی رو برات میاره، فالوش میکنی، برمیگرده اینجا و در نهایت اون پایین روی گت میزنی، 420 تا توکن میاد اینجا برات اضافه میشه. خب من چون این کار رو انجام دادم و نمیتونم دوباره با همون اکانتی که دارم دوباره این دریافت امتیاز رو داشته باشم، اینجا میام این کیف پول رو روی لاگ اوت میزنم و مجدد روی کانکت میزنم متاماسک و اکانت اصلیم رو میام میزنم کانکت بشه. خب میبینی من قبلا اومدم گرفتم این 420 تا رو، یه مقدارم باهاش کار انجام دادم که الان بتونم در واقع به شما توضیح بدم. امروز هنوز هیچ کاری نکردم، 13 و خورده پوینت هم کلا چیزی بوده که تا الان انجام دادم. خب پس این شد استپ 2. استپ 1 هم انجام دادیم، بریم سراغ استپ 3. گفته که شما هر کدوم از این بازی‌ها رو میتونی روزی 20 بار انجام بدی. خب بریم با هم دیگه انجام بدیم، هر روزم ریست میشه. یکی از در واقع اینجا اگر بزنید میتونید برید توضیحاتش رو بخونید که باید چی کار بکنید دقیقاً توی این بازی‌ها، یا اینکه این بالا روی این منوی گیم که وایسی 3 تا گزینه داره. مثلا اولی رو انتخاب میکنم، فقط بازی‌ها رو بهتون نشون بدم. خب روی گیمز زدم و پلینکو رو انتخاب میکنم. این 3 تا بازی اون پایین هم داشتیم میدیدیمش. خب ببینید بچه‌ها، من واقعیتش خودم خیلی متوجه نشدم که این بازی‌ها چی هن. فقط چیزی که دستگیرم شد این بود که شما باید بیایید اینجا و مثلا این رو بذارید روی 1، این هم بذارید همونجوری باشه. من رو پلی زدم، یه تراکنش داره ثبت میکنه، داره در واقع به واسطه بازی تراکنش میفرسته سمت شبکهش، مثل همون کارهایی که انجام میدادیم. و در واقع این تراکنش که انجام میشه شما فکر میکنید داری بازی میکنی، ولی یه تراکنش رو این شبکه ثبت میشه که ممکنه به شما پوینتی هم بده
میتونه جذاب باشه در کنار اون کارهای دیگه‌ای که انجام میدید. این که به چه شکلی این امتیاز رو به شما میده، یه دونه گوی از اینجا میدوه میاد میره توی یه دونه از اینا. ببین الان امتیازی که داشتیم 1.5 برابر شد. خب اینجا رو ببین، الان من 3 تا امروز دریافت کردم. خب این از این. پس شما میاد اینجا 20 بار میتونید انجام بدید. دوباره روی گیمز وای میستم، میرم تو قسمت ماینز، مینه فکر کنم، آره هم بازی مین معروفه. خب اینجا هم به همین شکله. دوباره ما میتونیم یکی از اینا رو انتخاب کنیم. احتمالاً یا مین در میاد که هیچی بهمون نمیده یا چیزی ازمون میگیره و اگر هم درست در بیاد احتمالاً یه جایزه‌ای بهمون بده، یه پوینتی بهمون بده. تراکنش باید انجام بشه. بعضی وقتا بچه‌ها اینجا هنگ میکنه یا باگ داره، مثل در واقع بات‌های تلگرامی نیست همه چی روتین باشه. در اون صورت برو یک بار رفرش کن که دوباره بتونی انجام بدی. الان ببین هیچ اتفاقی نیفتاد. من یه بار رفرشش میکنم، از اول برام باز میشه. آها میبینی ادامهش اومد. خب نشونم نداده بود چه اتفاقی افتاده. من اینجا اینو که انتخاب کردم یه جایزه هم دریافت میکنم. روی گت که بزنم یه تراکنش دوباره داره روی شبکه میزنه. کلا به هر بهانه‌ای داره تلاش میکنه روی این شبکه تراکنش ثبت بکنه به واسطه این بازی ها. به نفعشونه دیگه. امتیاز هم میبینید شد 5. بریم بازی سوم. شما هم اینجا 20 بار میتونید در طول روز انجام بدید. بازی سوم هم که معروفه دیگه، رولت. میام اینجا ببین یه سری رنگ رو این هست. خب من بر اساس مثلا اینو میبینید 48x، اگه این بچرخه رو این وایسه امتیازی که گذاشتم رو 48 برابر میکنه. احتمالش خیلی کمه دیگه. در واقع این رنگی که اینجا هست بیشترین احتمال موفقیت رو داره. خب من روی پلی میزنم، این باز میچرخه و یه چند لحظه صبر کنیم ببینیم باز به باگی میخوره یا نه. خب چرخید. کلا یکم لگ داره انگار، یکم بیشتر از حد معمول طول میکشه. خب روی 6x وایساد. فکر میکنم چیزی به من نده. آره چیزی بهم نده. دوباره میزنم پلی رو. بعضی وقتا دوباره بزنی نمیچرخه، باید بری مثلا رفرش کنی دوباره. میبینی هر یک باری که من دارم اینا رو انجام میدم از این پوینت های من اینجا داره از این توکن های من کم میکنه. شما باید تا جایی که میتونی اینا رو مصرف کنی. یک هفته مثلا فرصت داری که 397 تا 420 تا هر چند تا که اونجا گرفتی رو بیای مصرفش کنی. الان میبینی پلی دومو زدم هنوز اعمال نشده، یا باید بیشتر صبر کنیم چون منم خودم تازه با این بخشش آشنا شدم. باگاش داره اذیتم میکنه یکم. میتونیم رفرشش کنیم. نمیخواد خیلی بیاید اینجا وقت بذارید، نرید بشینید روزی 2 ساعت اینجا بازی بکنید. گاهنگاهی بیاید حالا یه چند تا پوینت هم اینجا بگیرید مثل سایر بخشا که دارید انجام میدید. رو 2x دوباره میزنم. بعد اجازه بدید کامل لود بشه، چون این مثل بات‌های تلگرامی نیست، این توی فضای وبه. شما باید اجازه بدید کامل الماناش لود بشه. بذارید قشنگ بچرخه کامل لود بشه تا کار انجام بشه. حالا من دوباره که زدم هنوز اتفاقی نیفتاد، یا باید یه مقدار صبر کنیم یا اینکه البته چیزی که اینجا دارم میبینم 3 بار برای من حساب کرده. احتمالاً اون فقط به من نشون نداده، یعنی اون کار رو انجام داده ولی من برنده نشدم، چون اینجا هم کم کرده شده 396. 10 ساعت هم مونده تا ریست بشه. حالا من یه کاری میکنم، یه بار دیگه رفرش میکنم. اگه نشد دیگه شما همون یه بار رو از ما قبول کنید که فهمیدیم برنامه از چه قراره. میبینی یه دونه دیگه امتیاز ازم کم کرد ولی اینجا حسابش نکرد. رو 2x میذارم، میزنم ببینم چی میشه. تو رو خدا بچرخ. کیف پولم اوکیه، کیف پولم وصله.
این که این نمیچرخه فکر میکنم باگ خودشه. میتونیم بریم توی بازی دیگه دوباره برگردیم اینجا، شاید فرجی بشه. میذارم رو 2. بچه اینجا داره کم میشه، یعنی این اتفاقه داره میفته، ولی چون من تراکنش رو تایید نمی کنم امتیازم داره کم میشه، اینم داره کم میشه، ولی به این پوینت من اضافه نمیشه چون من تراکنش نهایی رو نفرستاد به سمت کیف پولم. بچه ممکنه ایراد از فیلتر شکن منم باشه، بعید نیست. شما هم تست کنید. اگه این باگا رو نداشتید ممنون میشم توی کامنت ها بگید که سایر بچه ها بدونن که این ایراد فقط برای من بوده که این باگا رو داره یا برای شما هم این باگ ها وجود داره. در هر صورت مجبوریم باش کنار بیایم، یه تعدادی رو روزانه انجام بدیم در حد توانمون، اینجا یه پوینتی رو بگیریم. بچه تا اینجای کار همه چی رایگان بوده. تمام این اتفاقایی که بهتون نشون دادم نیاز به 1000 تومان هزینه نداشته. اما ویدیو بعدی که میخوام منتشر بکنم دلخواهه. بچه‌هایی که میخوان توی ایردراپ فانتوم یا همون سونیک پول بیشتری به دست بیارن میتونن اون تسکای پولی رو هم انجام بدن که توی ایردراپ‌های بعد که توی ویدیوهای بعدی میگم. و خب طبیعتا کسی که هزینه میکنه احتمالاً عدد بیشتری نصیبش بشه. پس تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اینم چون که دیدم جاهای مختلف میپرسیدید که آقا این بازیاش چیه، یه سری از پیجا دارن میگن که بازی داره، برید بازی ها رو انجام بدید. خب اینم بازیش بود که شما برید حالا یه تعداد پوینت اونجا بتونید بگیرید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. شما رو به خدا میسپارم. موفق و پیروز باشید.